بخش اول چراها نام دارد. چند سوال باز چراها. چرا؟ چون کوه باید بود. کوه این واقعا قوی است. حتی بعضا وقت زمین لرزه اون رو تکان دادن نمیتواند. انسان هم وقتی که برای خودش یک هدف میگذارد، آرزو دارد، مقصد دارد، به این خاطر ما گفتیم که باید چون کوه قوی بود. چرا تربیتگرها بسیار تربیت داشته ها نه؟ واقعا چنین هم هست. حالا همه گمان میکند که اونها باید کسی را تربیت بدهند، اما اندیشه که ما داریم هر کسی که میخواد تربیت بدهد او اولتر از همه خودش باید تربیت دیده باشد. امکان راه اندازی کردن همان قانون میبودید؟ کدام قانون رو جاری میکردید و چرا محض همان قانون؟ ما بیشتر روزگار مردم ژاپن رو میبینم، مشاهده میکنم و میآموزم. اکثریت قانون‌هایی که در جمهوری ژاپن هست میخواستم راه اندازی کنم، مخصوصا اون قانون‌هایی که با آموزگاران متعلق است. یعنی اونها احترام بی‌نهایت بلند به آموزگار دارند. تصور کنیم شدنی است و شما همان حادثه تاریخی رو پیش راهش رو گرفته میتوانید. کدام حادثه و چرا محض همان حادثه؟ حادثه تاریخی همین حال و جنگ‌هایی که در خاور میانه رفته ایستاده است و ناعدالتی‌هایی که در همین منطقه شده ایستاده است. اگر از دست هم اومد همین بود. کیها و چرا صحبت ما رو باید تا آخر ببینم؟ اونهایی که میخواهند از صحبت ما برای خود چیز بگیرن پس باید که تماشا کنن. اونهایی که با حزل و عیش و نوش به معنی شوق داشته باشن این صحبت ما برای اونها نیست.